أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا دو نمود جهاد با نفس. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، امام ابن رجب حنبلی رحمه الله میگوید بدان که مؤمن در رمضان دو نمود جهاد با نفس دارد. یکم جهاد در روز با روزه داشتن، دوم جهاد در شب با گذرانیدن نمازهای تهجد. هر کسی که این دو جهاد را انجام بدهد و به خوبی حقشان را ادا کند و بر آنان صبر کند، اجری به حساب خواهد یافت. پس برادر و خواهر روزه دارم، چون ما در روزه ماه شریف رمضان را می داریم، جهاد اوله را اجرا می کنیم و اگر در شب پیش از سحرخوری خیسته طهارت گرفته نماز تهجد را بخوانیم، جهاد دومی را هم ادا خواهیم کرد. پس این فرصت را از دست ندهیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا